من از همه شما فریاد میکنم با تمام آوازم ندا میکنم گوید من تو دشمنان اسلام اولیای ملعون مرد با یاران جمعی شد مرد با کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت اوست امروز لوای شفاعت و حمد به دست اوست. اذهبوا الى محمد فانه قد خصه الله لهذا الامر. پیش محمد روید زیرا خداوند اور امروز این مقام شفاعت و این مقام واسطه شدن بین بندگانش خودش داده است. پیش او روید. پیش من چی دامدید؟ یا الله نام پیغمبر خدا را که میشنوند همه شتابان به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میروند. فیاتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول الله و خاتم الانبیاء. روایت مسلم است. نزد پیغمبر خدا میرن، رسول اکرم میبینن، فریاد میکشن که ای محمد ما از سختی امروز، از دهشت امروز نام تو را فراموش کردیم. آخر تو پیغمبر خدا هستی، تو سردار پیغمبران هستی، تو صاحب قرآن هستی، تو حبیب خدا و محبوب او هستی. ما را از این روزی سخت خلاص کن یا الله. ما را خلاص کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخوام این نظمی حضرت مولوی رو برای شما خوانم، انشاءالله دوامش بعد میگویم. این حدیث پره حضرت مولوی به نظم در آوردگی از حدیث مسلمه. روان گریان به پیش حضرت نوح به امید شود این عقد مفتوح. شفاعت کن که ما درماندگانیم، شفاعت کن که ما درماندگانیم، به میزان قیامت عاصیانیم. روان یک یک به نزدی انبیاها، روان یک یک به نزدی انبیاها، به درد خویش جویان دواها. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. میگوید حضرت عیسی پیامبر روید ای عاصیان در نزد سرور. محمد را شفاعت خواه کردن، محمد را شفاعت خواه کردن، قریب از قوس و بر درگاه کردن. همه نام محمد را شنیده، فیغان سازند و بر خودها تپیده. نام رسول اکرم که بشیدن بعد از آن فریاد کنن به سوی رسول اکرم میدیوند. بگویند خاکی پایت سرمه ما پا، بگویند خاکی پایت سرمه ما، برفته ما به نزدی انبیا. بری درماندگی جرم و عصیان نکردنندی، شفا خواهی به سبحان. هر کلامش رفتیم نتانست ما را خلاص کنن. همه گفتند ما داریم و خجلت، محمد شد شفاعت خواهی امت. بره پیش محمد روی.
خدای کی ما کرده منامت را فراموش زی وهم عقبه نارم و بهوش بکن رحم به حال عاصیانت کی هستم از کمینی عاصیانت. یا رسول الله ما غیر از تو دیگر جایی رفتن نداره، امیدی ما فقط تو هستی و بس. بنابر به حال ما رحم کن، پیشگاه پروردگارت برو، ما را شفاعت کن، عقده سخت ما را واکن. رسول الله بیند عاصیان را، رسول الله بیند عاصیان را، کند ناله شنیده این فغان را. دوان آید بزیری عرش اعلا، دوان آید بزیری عرش اعلا، نهد سر برسه نهر سر را بسجد حق تعالی. رسول اکرم گفتن دوام حدیث ده فانطلقوا فآتی تحت العرش و اخر ساجدا لربی. من از جا میخیزم و با آب دیده به زیر عرش پروردگار میرم و در زیر پایی عرش او سر به سجده پروردگار خود میگذارم. یا الله، برای چی؟ برای ما و شما، برای خلاص کردن ما و شما. فاخر ساجدا لربی ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. رسول اکرم گفتند وقتی که سر به سجده میگذارم خداوند میگه به زبان من کلمات را در مدح و ثنای خود پروردگار آورد که هرگز این مدح و ثنا را، این ستایش و وصف به زبان هیچ پیغمبر نآورده بود. یا الله، پروردگار مدح و ثناش میگوید. بعد از آن آب دیده میکند. قال الله تعالى يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. در این لحظه پروردگار صدا میبرارد، میگوید حبیبی من محمد سر از سجده بردار و هرچی میخواهی از من بپرس و هر سؤال داری بکن. حبیبی من برای چی سر در سجده موندی؟ برای چی اشکی چشمی خود میریزی؟ یا الله، رسول اکرم میگه فارفع رأسی فاقول یا ربی امتی امتی. سر از سجده میبردارم و میگویم خدایا امتی من در عرصات قیامت های، خدایا امتی من از گرمای سختی قیامت سراشم میجوشد، پاهاشم میچوسد، میسوزد. امتی امتی. الهی از تو میخواهم، الهی از تو میخواهم گناهی عاصی امت را. الهی از تو میخواهم گناهی عاصی امت را. بکن آسان به این درماندگان رنجی قیامت را. الله اکبر. بکن آسان به این درماندگان رنجی قیامت را. گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت، گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت. تو هم بگذر الها جرم این اهل ندامت را. این مناجات رسول اکرم آید. حضرت مولوی خدا رحمت
کنه به نظم برآوردیم. خدایا من به خاطر امت پروای پدر و مادر نکردم. خدایا من برای این امت چقدر زحمت و رنج کشیدم.